بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، آداب همخوابه شدن با زن. خداوند زن را برای تسکین قلب مردها آفریده است. زن نعمت است که از جانب پروردگار آفریده شده است. هر یک جوان باید از برنامه‌های عائله‌داری برخوردار باشد. هنگامی که مرد می‌خواهد با زن حلالی خویش خانه‌داری کند، پس باید یک رسولی بفرستد، یعنی باید با زن اولا صحبت خوب کرده او را راضی گرداند و او را بوسه زده پس با او خانه‌داری کند. اما پیش از خانه‌داری کردن سراسیمه نشده این دعا را بخواند: بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنبنا الشیطان ما رزقتنا. پس از هر خانه‌داری کردن مرد و زن باید طهارت گرفته باز می توانند خانه‌داری کنند. اگر مرد و زن شرایط غسل کردن برایشان خیلی سخت مشکل باشد، پس حتما طهارت کنند تا ملائکه های رحمت از آنها دوری نکند. اما چقدر کوشش کنند که تیزتر غسل کنند، این باز افضل و ثواب. اگر مرد و زن با یگان سبب های مهم غسل کردن نتوانند، پس با همراه کسی سلام کنند و یا چیزی بخورند گناهگار نمیشوند. تنها قرآن خواندن، نماز خواندن و مسجد آمدن نمیتوانند. زن و مرد اگر با همراه یکدیگر یک جای در حمام غسل کنند، این باز خوبتر و ثواب است. بهترین چیز نوشیدنی پس از همخوابگی شدن این شیر گرم تازه می باشد. پس از همخوابگی در حال آب خنک ننوشید، زیرا در جسم شما ضرر دارد. اگر مرد از زن خود طلب کند که من میخواهم با تو همخوابه شوم، پس زن باید حتما سخن مرد را قبول سازد. اگر کار داشته باشد، پس مردش را با چهره خندان و وعده دهد که البته تو را راضی میگردانم. از همه چیز مهم در عائله‌داری بین زن و مرد این احترام و یکدیگر فهمی است. دوستان عزیز، این همه از روی گفته های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. باقی خدا حافظ.